سلام علیکم مانده نشین. در این ویدیو میریم درباره از این لباس رایگان براتون معلومات میتیم. اگر شما نگرفتین میبینید که من کلی میشناش انجام دادم، براتون نشان میتیم چه قسم انجام داده میشه و همچنان درباره از این پرایس پت رایگان ما چطور میتونیم این پرایس پت رایگان رو بگیریم. این برای همه هست، شما هم میتونید در اینجا اشتراک کنین، کاملا آموزش میتم و در اینجا موتورهای فراری آمده یک کمی معلومات درباره از هم میتیم، یک کمی معلومات های جزئی براتون میتیم که بعد از او کرید اوپنینگ کنین راحت کرید اوپنینگ کنین. اول شروع میکنیم از قسمت ازی لباس رایگان و این لباس رایگان ما چطور میتونیم بگیریم. لباس رایگان در اینجا 3 دانه میشن داره. دیروز ما براتون گفته بودم که این لباس امروز میته برای ما تاریخ 10. اول را ما کلکت میکنیم، بعد از او میریم میشنایش براتون نشان میتم و یک لباس قشنگ از بد نیست. در اینجا میبینین در یک قسمت یک دانه ایمود هم داره، ایمودش خیلی جالب است. از این لباس مرا خیلی خوشم آمده. خوشم آمد یعنی دیگه چی است؟ ایمود از خیلی جالب است. این لباس 3 دانه میشن داره. شما داخل میدان ایرنگل استارت کنین، در یک قسمت از این ساختمان‌های بلند معلوم میشه. یک دفعه وارد از ساختمان شوین یا وارد از شهرک شوین و 15 دقیقه داخل گیم باشین. این میگه کار انجام بدین، این میشنتون پوره میشه. دیگه نیاز نیست کدام کار انجام بدین. خب درباره از پرایس پد، این پرایس پد دوستا در یک قسمت سعی کنین باید ما گفته سبمیت کنیم. سبمیت چه قسم؟ یک ویدیو باید ما بسازیم. در یک قسمت کلیک میکنیم، در اینجا گفته یک ویدیو شما بسازین در تیک تاک، اینستاگرام و یا یوتیوب پست کنین. ما قبلا یک ویدیو ساختیم، ما براتون عملی نشان بدیم که ویدیو چه قسم باشه. حالا ویدیو فرق نمیکنه، از این ویژگی‌های خاص است، هر چی که هست فرق نمیکنه. اگر پرایس پت رایگان میخواین به دست بیارین این ویدیو رو سیل کنین. در اینجا سعی کنین 2 دانه ویژگی خاص آمده. این 2 دانه ویژگی خاص حتما امروز شما استفاده کنین. امروز 10/7/2026 است. اگر این را استفاده نکنین اچیومنت شما پوره نمیشه. ما در ویدیو دیروز خب ما در اینجا درباره ویژگی خاص براتون معلومات دادیم. همین چیز مثلا برین باس میکشین یا یک ویژگی خاص نشان میتین، فرق نمیکنه. همچون یک ویدیو بسازین. در اینجا وقتی که ویدیو را ساختین در یک قسمت برای ما گفته که در بالا میبینین این 2 دانه هشتگ کپی میکنین. در این ترتیب در اینجا کپی میزنین، میبینید کپی شد. ما گشته میریم سر ویدیو ایمان. در اینجا در این قسمت ویدیو 2 دانه هشتگ در اینجا اضافه کنین. حالا یک هشتگ های دیگه خودتون خواسته باشین، من مثلا جاوید گیمینگ یا این هشتگ های اضافه را من میندازم، مثلا افغانستان تیک تاک. این میگه کار انجام بدین و در اینجا پابجی ما را پست میکنیم. صبر میکنیم که این ویدیو پست شود. در اینجا ویدیو ما آپلود شده، دفعتا نفر آمدن سعی کردن. در یک قسمت از تیک تاک میریم، لینک از را در یک قسمت ما کپی میکنیم. لینک ویدیوتون رو کپی کنین، گشته بیاین اکانتتون. در یک قسمت سابمیت میکنیم لینک. در اینجا این لینک در یک قسمت وارد میکنین. در قسمت اولش این لینک ویدیو ایمان است. در قسمت دوم گفته که یک کد باید شما وارد کنین. کدام کد وارد میکنین؟ شما در اینجا این کد در یک قسمت کلیک میکنین، ببینید کپی شده. در اینجا لینک ویدیویتون رو بندازین. این میگه کار انجام بدین. در یک قسمت ایرا اوکی میکنین و سابمیت میکنین. حالا این شد سابمیت. فقط این میگه کار انجام بدین. در اینجا ما ایرا سابمیت میکنیم. حالا این تیک هم شما بزنین. در یک قسمت ما ایرا سابمیت میکنیم. حالا سابمیت شده. این میگه کار کنه. اگر اینستاگرام دارین، اینستاگرام هم می کارا بکنین و در تیک تاک میندازین. در یک شم بندازین، شما شامل از این قرعه کشی میشین و این در این ترتیب کار میکنه. خب در یک قسمت برای شما نشان میده اگر شما در رنگ بیاین. خب برای 20 نفر در اینجا پرایس پد میده برای کسایی که در مقام 20 میه. حالا ویدیویتون چقدر سعی میشه، چقدر در نوبت میرسین یا در مقام 20 رسیدین، در 20 دانه پلیر یا در 20 دانه بازیکن یک دانه پرایس پد میده. در 70 دانه نفر 20 دانه لکی کوین، یک دانه صندوق از این ماتریال میده و 20 دانه لکی کوین میده. در 210 نفر 30 دانه لکی کوین میده. در یک قسمت در 3000 نفر از این کارت ها میده، کارت قسمت کلکشن هست و یارا برای ما میده. در یک قسمت یک جای دیگه هم هست که بعضی چیزهای دیگه میده. همین کارا که انجام در قسمت اینفو کلیک میکنین. اگر از کد شما دیگرا استفاده کنن، یعنی شما از کد ما استفاده میکنین در جایی که ویدیو میندازین، یا کدتون شما در قسمت کامنت نوشته کنین دیگرا استفاده کنه. شما در اینجا اگر از 1 تا 20 میین $200 براتون میده، از 21 تا 100 میین $100 میده،
از 101 تا 260 میلیون $50 میته و از 261 تا 360 نفر میلیون یک دانه پرایس پد براتون میته و یا کلگیش عادلانه است و ایرا پابجی خودش گفته. در اینجا میبینید که دوستایم هستن استفاده نکردن چون ما ویدیو نساختیم تا نزنی. این کدی ما از دادای بالا میتونید شما استفاده کنین، از خودتان هم میتونین در اینجا در قسمت ویدیو استفاده کنین، از من هم میتونین استفاده کنین، فرق نمیکنه. هر کدام که دوست دارین امر استفاده کنین. فراموش نکنید دو دانه هشتگ هم استفاده. اینمی کار انجام بدین دیگه شما شامل از این جوایز میشین و اگر شما برنده شدین پابجی برای شما ارسال میکنه در اکانتتون مستقیم. این قصهش بسته شد ولی یک ذره جنجالی هست. دوباره در قسمت کامنت نوشته کنین اگر متوجه نشدین. خب میایم سر موتر فراری. چی موترای آورده ایفوش که یک 3-4 میلیون یوسی نیست که سر از این مصرف کنیم. اگر شما در این قسمت 36000 یوسی مصرف کنین 1500 از این سکه ها برتون میته دیگه. جمله 1500 میشه ما حساب کردیم، شما ما یک دفعه حساب کنین. و در این قسمت میریم در قسمت اباوتش سعی میکنیم دوستایی که کلید اوپنینگ میکنین. صندوق اول 60 یوسی از 60 یوسی استارت میشه و در اینجا صندوق دومش که باز کنی 180 یوسی میگیره، صندوق سومش 500 یوسی میشه و چهارم که شد 1000 یوسی میشه. 3 پیره تکرار میشه دوستا. پنجمش 2500، ششمش 5800 و صندوق هفتمش که اگه 3 پیره فیلد بخوره در اینجا 7200 از شما میگیره در هر پیره. جمله در اینجا 8 تا صندوق داره و بسیاری بچه ها شاید سوال کنه چقدر یوسی داشته باشیم. کمتر از 16-17 هزار یوسی شما در سر این صندوق اصلا یوسی نزنید. در 5000-4000 اگر شانس داشته باشین. کمتر از 15000 یوسی در 15000 یا 16-17 هزار یک دانه کارت میتونین بگیرین. در 5000-4000 هیچ وقت نبیاین در اینجا آمده یوسی هایتان مصرف نکنین که باز هم تو پشیمان میشین، مجبور میشین که دوباره یوسی بندازین. خب موتر اولش یک کارتش در این ترتیب دیده میشه، بسیار قشنگ است. این موترهای داسیا هست در این ترتیب دیده میشه. این یک کارتش است و در اینجا یک کارت رنگ سرخش میبینین، خیلی قشنگه است. این خیلی خوبه و 3 کارت از این واه 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 چی موتری است. این 3 دانه موتر از داسیا هست و قسمت موتر بعدی 2 نفریش میبینید که از این تیز رفتار که جدید آمده یک کارتش در این ترتیب دیده میشه. بسیار زیبا یک کارتش هم خیلی زیبا هست و هم 2 کارتش با رنگ سرخ خیلی قشنگه و خیلی زیبا. در اینجا بعضی چیزهای دیگه هم داره. خیلی موترهای قشنگ برای ما آورده. در اینجا چکش میکنیم 3 کارتر رو میبینین. در اینجا موترهای مکلارین در این ترتیب یک کارتیزی چقدر قشنگ است. بسیار زیبا و بسیار قشنگ و یک کارتش هم ارزش داره که را بگیریم سرش یوسی مصرف کنیم. ولی اقلا 16000 یوسی از ما میخره. رنگ سیاهش هم تا جای را خوب است و 3 کارتش سعی میکنیم. 3 کارتش واه 3 کارتش هم خیلی قشنگه. در اینجا کل مسیج هم میبینین، دراب هم داره. یک کارتاش دراب نداره دوستا، فقط 3 کارتاش میداشته باشه. موتر جیب دوستا، این موترهای جیبش هست در این ترتیب دیده میشه و یه هم یک کارتش هست و قدر خوشم نامد از موترهای جیبش. این دوم رنگ سرخش و یه هم 3 کارتش و عالی است 3 کارتش خیلی قشنگه. خب این بود موترهای فراری دوستا. در قسمت کامنت نوشته کنید که شما چقدر یوسی مصرف کردین و از این موترها خوشتان آمد یا نه. حتما در قسمت کامنت نوشته کنین. از ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک کنین. تا ویدیو بعد خداحافظ.